کسانی که در گذشته کاست، CD یا DVD موسیقی یا فیلم می‌خریدن این رو می‌دونن که تقاطع دو خیابون ولیعصر و مطهری در تهران بورس فروشگاه‌های فرهنگی صوتی و تصویری بود. از میان 8 فروشگاه و دستفروش که در این نقطه فیلم و موسیقی می‌فروختن، الان فقط 2 تا باقی موندن. یکیش اون طرف تقاطع و دومیش اینجاست. فروشگاهی که الان توش ایستادم الان اسمش شفافه، اما در سال 67 با نام استریو مکسل دایر شد و اون زمان وقتی کاست می‌فروخت کسی دیگه این اطراف به این کار مشغول نبود. من فربهتیش رضوانی هستم و با آقای وحید حمدالله زاده مدیر این فروشگاه گفتگو کردم. ما از سال 67 تقاطع ولیعصر و مطهری سر تخت اوست هستیم. الان 53 سالمه تقریبا. از سال 42 تو این صنف هستیم و از پدر به من رسید، از من به پسرم رسیده. این مغازه هم که الان هستیم در خدمتتون سال 67 68 اینجا تأسیس شده. پدر من وقتی 13 سالشه، یه مقدار کمتر بود، میره شرکت صفحه رویال، کمپانی بوده که صفحه زنی داشتن توی امیریه تهران. از اونجا کارش رو شروع میکنه و به مرور اونجا کارش پیش میره، تو سمت قالب سازی اون شرکت کار میکرده تا زمانی که بره سربازی. میره سربازی سال 46 و سال 48 مجدد برمیگرده و در انبار صفحه رویال توی همین سمت ایران خودرو اونجا میره انباردار اون شرکت میشه. چون صنف پدر توی این راسته کار میکرده، از زمانی که سال 53 و اینا کاست تو ایران رونق گرفت، پدر به تبع کاست رو شروع کرد باش کار کردن و کاست رو به اصطلاح ما دست گرفتیم که من خودم اون خیلی کوچیک بودم و تا سال 58 انتهای 58 پدر رو میگیرن به جرم اینکه داره کاست کار میکنه. خب به هر حال اون موقع مجاز بوده تا سال 58 که میره زندان و بعد از زندان میاد اموالش مصادره میشه و دیگه از سال 60 61 مجدد شروع میکنه توی لاله‌زار کار کردن. مغازه‌ای داشته اونجا دوباره بعد از 1-2 سال وقفه شروع میکنه. دیگه ما کم کم جوان بودیم، شروع کردیم به کار و اینا که تقریبا ما هم این کار رو ادامه دادیم، اومدیم تا اینجا. اگه کار پدرتون سال 58 مجاز بود، پس چرا دستگیرشون کردن؟ ببینید وقتی به شما ابلاغیه‌ای نمیاد از یک کاری که دارید انجام میدید، یعنی اون کار فعلا مجازه. خب همونجوری که میدونید حجاب هم فکر کنم سال 60 61 تو شهرها یه مقدار به اصطلاح صفر گرفته شد. یعنی سال 59 همه هنوز یه مقدار حجاب رو رعایت نمی‌کردن و کاست هم همین حالت رو داشت. مغازه ها بود اما نمیدونستن مجازن یا غیر مجازن. به تبع به همین روش پیش رفت که کسی سراغشون نیومد. بله، زمانی که چون پدر با استریو تاپ 10 به اصطلاح هماهنگ بود کار می‌کردن، پدر رو گرفتن و اموالش مصادره شد. چی بود اموالشون؟ اموالشون دستگاه تکثیر بوده، بعد انواع دکا بوده، دکای که باش رکورد می‌کردن، حدود چندین 10,000 تا کاست بوده، پر شده بوده، خام بوده، خیلی اموالشون خیلی زیاد بود. چی شد که دوباره رفتن تو این کار؟ دوستاشون خیلی دوست داشتن برگرده، به هر حال سالها تو این رشته کار کرده بود. اصلا رفت سمت بازار رو شروع کرد پارچه فروشی. یک سالی بود اونجا سرش کلاه گذاشتن دوستایی که باش کار می‌کردن و از همونجا دیگه دوستاش گفتن داریم میریم سفرهای خارجی، می‌خوایم بریم واسه مداوا، کشوندنشون توی لاله‌زار رو دوباره گفتن که باید کار کنیم ما. که یه مدت جای ما باش، ما برمیگردیم. اینا رفتن یه 7-8 ماه موندن و دیگه بابا موندگار شد تو همونجا. این آرمه داستان داره. اون موقع تعزیرات میومد و قاچاقی وارد میشده. قاچاقی میومد برای اینکه تعزیرات متوجه بشه که این قاچاقی هستی. بعد تو شرکت گفتن که آقا لطفاً برای ما با این آرم بزنید. یادم میادم مغازه پدر اینو برمیگردونن. اگر این بود که اونو میذاشتن سر جاش میرفتن، اگر نبود کل جنس رو برمی‌داشتن میبردن. مصادره میشد. و الان بین بچه‌ها اونی که آرم نداره گرونتر خرید و فروش میشه. اینا هم برخوش قیمت پیدا کرده. اون زمان سال 58 که پدرتون رو دستگیر کردن، چه نوارهایی فروخته میشد؟ همه نوارها بود، هم مذهبی بود، هم بیشتر کارهای گوگوش بوده، داریوش بوده، هایده، محستی، ستار، یه سری مثل آقای کافی بوده، آقای صائمی بود من یادم میاد. از آن بود یه سری همچین کارهای بود دیگه. به هر حال اون که سنتی بود مثلا مثل آقای گلپا، ایرج، شجریان، اونا همه جزء کارهای فروش بود. از روزهای اولی که اومدید توی این کار بگید چرا علاقه داشتید؟ زمانی میرفتم لاله‌زار میدیدم یه سری خواننده تو مغازه پدرم. خب برام حس خوبی داشت. میدیدم اون خانومی که اون آقایی که در اونجا حرف میزنه اومده سفارش بده حرف بزنه، توی رادیو یا تو تلویزیون داره یه شوی ازش نشون داده میشه. خیلی خوشم میومد. مثلا یه بار سال 59 60 بود، ما رفتیم مشهد، بازار بزرگ داشتیم میرفتیم با مادرم و پدر و با 2 تا خواهرام. بعد همین که رفتیم جلوی طلا فروشی ایستادیم.
بعد خانم محجبه اومد با مقنعه و اومدن یه پدر من گفت علی جون سلام چطوری؟ مادر بهش برخورد. مادر برگشت به سمت برعکس که این خانم کیه؟ پدر با اون خانم صحبت کرد، خانم رفتن و بعد بود رفت کجا میری؟ گفت خانم کی بود؟ گفت بابا لیلا فروهر بود. خب باشون کار میکرده. میدونید این حس به من منتقل شده بود قبلا. استوری تاپ 10 یه رزومه باید داشته باشید ازشون یا شرکت‌های مختلف مثل کاسپیان، مثل کار مثلا کمپانی پرسپولیس، استرو نمونه. خب لیلا فروهر اولین کارش رو اگه بپرسین با تاپ 10 کار کرده. تاپ 10 این سری کاملاشه، شماره بندیاشه به ترتیب. این شماره 79 هستش که این ترک هاشه. اینا آرشیو مغازه هستش، یعنی تاپ 10 مثلا سوارش میشه ببینید. بله این شماره رو با 2 تا رنگ مثلا زده، گاهی یه شماره با چندین رنگ زده شده. مال چه سالیه؟ اینا از سال 54 که تقریبا کاست شروع شده، اینا استارتاش خورده تا سال 57 58. چرا اینجا رو انتخاب کردن پدر برای ملک؟ اینجا برای کار ما نبود. اینجا ما تو لاله‌زار بودیم، یه دوستی داشتیم که الان در قید حیات نیستن. ایشون اینجا رو قبلا اومدن گرفتن به اسم آقا رضا. آقا رضا بعداً اومد به پدر گفت علی یه جا من صحبت کردم بیا مغازه رو با هم بگیریم. که آقا رضا اوکی داد، پدرم گفت باشه مشکل نیست. مدت‌ها گذشت و آقا رضا اومد با کسی دیگه شریک شد اینجا رو به اسم آقای شفاف، که آقای شفاف به مرور وقتی اومدن کار کردن دیگه ما اومدیم از دهه 80 جاگزین ایشون شدیم. وگرنه با آقای شفاف کار میدادیم، ما مثلا تمام سرویس های کاریشون من خودم میدادم. دیگه از دهه 80 دیگه خودمون کم کم جاگزین آقای شفاف شدیم. حالا این سی دی و کاست امضای واقعی شجریان رو داره، اینه خودش امضا کرده. الان وضعیت سی دی و نوار چیه؟ مخصوصا نوار کاست مجدد داره رو بورس میاد. منتها یه سری آرشیودار هستن که شروع کردن جمع کردن. اکثرا یه سری جوونا هستن، یه سری از قدیم دارن جمع میکنن. به اینا ارزش دادن و معمولا میرن از خونه ها، از تو دیوار، از جاهایی که هستش میتونن تهیه کنن و میان توی مغازه‌شون شروع میکنن یا توی حتی منزلشون جدا میکنن میفروشن. این نوار دهه 50 سونیه که شما حالا به این میگفتن C60، به این میگفتن CHF. این EF بود، اولین سری با این شمایل اومد بیرون. نوار کروم ندارید؟ کروم هم دارم. خب این شمایل اولش بود، رنگبندی اولش بود، بعد عوض شد یه دونه این شکلی اومد که یه تیکه آبی بود، یعنی زردا رو نداشت. جدیدترش این شد. این شکلی منتها آبی بود یه تیکه، بعد این بعدن این اومد. حتی این قلابی خوشبختانه انداختم به ما. اینا کاست‌های چاوش هستش دیگه، از شماره 1 داریم تا شماره 9. 10 و 11ش فعلا هیچکی گردن نمیگیره ولی جزء چاوش حساب میشه. و آقای شجریان از خونده جوانان وطن توش خونده شده، شهرام ناظری هستش و یه مدت خانم‌هایی بودن که اوایل انقلاب میخوندن مثل انقام اخوان، سیما بینا، که اینا بعداً حذف شدن از توی لیست ها. شهرام ناظری سیما بینا همین عنوان داره که سیما بیناش حذف شده و شهرام ناظری الان به اصطلاح توی کارا هست. اینجا یه دونه ما بودیم، 2 تا هزار دستان، 3 تا تونبا، 4 تا چکاوک، 5 تا 6 تا 8 تا مغازه بودیم اینجا. بعد بقیه کجا رفتن؟ خب احمد که رفت سوئد، بعد آقای رضا فوت شدن، پسراشون مغازه رو اجاره دادن. علی آقا همین هفته پیش تغییر صنف داره میده، مثلا هنوز تموم نشده کاراشون. ما فعلا موندیم دیگه. میگم چون دوست داشتیم موندیم توی این کار، وگرنه این کار علاقه است بیشتر. چطوری رقابت میکردید وقتی 8 تا مغازه بودید اینجا؟ اذیت میشدیم خیلی. ما توی این یه تیکه مغازه 10 متری من فکر کنم 7 نفر بودیم. ما سرچراغ تا ساعت 12 شب اینجا وای میستادیم. ما از ساعت 7 تا 12 5 نفر 6 نفر فقط در حال رفت آمد بودیم. ماشینا اینجا جای پارک داشت، قشنگ وای میستادن. شب 11 میومد، وقتی نگاه می‌کردی اینجوری میرفتم برمیگشتم. رقابت چه جوری بود؟ ببین زمانی که اثری میومد پخش میشد یا حتی قدیمی‌تر میومد چاپ میشد یا مثلا سفارش می‌خورد، ما میرفتیم کل آثار رو می‌خریدیم. مثلا آقای افتخاری شما یک عنوانش می‌خواستید، ما تمام آثارش داشتیم. اگه یکشون میگفتیم نداریم، حال خودمون خراب میشد. میگفتیم این نفر رفت مغازه کناری، حتما مشتری اون شاید بشه. بسیار تنگ بود. اون بغلی هم همین حسو داشت. یعنی اونام کارشون تکمیل بود. اونام باید تکمیل بود. بعد یه جور بود که مثلا میادم آقای میری یه روزی توی ماهواره خدا رحمت کنه که میگه اگه سی دی چیزی می‌خواین باید برین سر تخت آووز.
قدیمی ترین فروشگاه اینجا کدوم بود؟ اول آقا رضا اینجا بودن، یعنی اینجا افتتاح شد، بعد 3 تا مغازه پایین‌تر 1000 دستان بودش. این مغازه اول افتتاح شده بود. بقیه چرا اومدن اینجا؟ خب آقا رضا اینجا جدا شد رفت 2 تا مغازه پایین‌تر، بعد کم کم رونق گرفته که هر کی ببینه شغلی خوبه شروع میکنه از همونجا کار رو پیش میبرن. ستایی که میومده قدیم به این صورت توی نوارای شیشه‌ای میومده، بعد تا اومد به صورت سوپر زده شد. سوپر به اینا گفته میشد که حالت مقوایی داشت و هر شرکتی سوپر خودش رو داشت. مثلا این الان سوپر تاپ 10 هستش. یکی از بزرگترین آهنگسازای ما که موسیقی مد کار میکرد گاهی اومد اینجا نواراشو سیدیاشو میگرفت میرفت. بعد من یکی دو بار که اومدن رفتن به بچه‌ها گفتم که ایشون چرا حساب نکرد؟ گفتن که هیچ موقع پول نمیده. گفتم یعنی چی؟ دلیل نداره پول ندن. بعد بنده خدا سری بعد که اومد اینجا مثلا خدا رحمتشون کنه اومد گفتش که این کارهای منو میدی؟ با احترام گفتم کارا خدمت شما. بعد اومد بره گفتم ببخشید استاد تصفیه نمی‌کنید اینا رو؟ گفتم کارهای خودمه. گفتم کار شما باشه ولی من اینو از شرکت دارم تهیه میکنم. کارا گذاشت رو میز عفو کرد گذاشت رفتش. خدا رحمتش کنه. دیگه برنگشت؟ دیگه ندیدمش. رفت مغازه دیگه ای؟ نه دیگه رفتن. بعد بهشون گفتم شما چون کار خودتونه باید برین شرکت ایرانگام و ایشون تهیه کننده کاراتون هستن اونجا کار رو بگیرید، نه از ما که میریم پول میدیم و کار رو میخریم. یه دونه میگرفتن یا سری چند تا میگرفتن؟ مثلا هدیه میدادن احتمالاً. یعنی چند تا میگرفتن؟ بله مثلا میدادن سری کاراشون مثلا 5 شما 6 شماره کار بود میگفتن این 5 تا کارو به هم بده میدادیم بهشون و ایشون کار رو هدیه میکرد احتمالاً. فروش کدوم فیلم سی دی یا نوار بوده که اینجا براتون دردسر شده؟ خیلی از فیلم‌ها چیزایی که غیر مجاز بوده. غیر مجاز میفروشید؟ الان که دیگه همه دانلود میکنن اگه بشه چرا نفروشید؟ اون موقع چرا غیر قانونی میفروختید؟ برای اینکه سودی نداشت کار شرکتی. مثلا مثل چیا؟ مثل کارهای شجریان. تازه بهترین کسو گفتم. کسی که فروش داشت ولی سودی نداشت. شما مثلا می‌خریدید 5000 تومان می‌خواستی 8000 تومان بفروشی. یه دیویدی می‌فروختیم 2000 تومان 1500 تومان سود بود. فیلمای توقیف شده چی مثل آدم برفی؟ اونا رو هم کار می‌کردیم. آره اون زمان حتما کار می‌کردیم. کار می‌شد چون معامله کردم که از دبی پخش شد اول. کیفیت خوبش اومد و کار کردیم ولی پرده‌ای کار نمی‌کردیم حقیقتا. چون کیفیت نداشت مشتری اذیت می‌شد ولی کارهایی که از اونور میومد ما چرا کار نمی‌کردیم؟ می‌گرفتیم کپی می‌کردیم. الان زندگیتون واقعا از این مغازه داره میگذره؟ زندگیمون از این مغازه میچرخه. گاهی سی دی می‌خرن، گاهی کاست می‌خرن، گاهی صفحه می‌خرن، صفحه گرام و اینا. الان شروع شده خیلی خوب شده. مجموعه دارا دیگه در واقع. مجموعه دارا می‌خرن. یه سری هم جوونا الان دارن به اصطلاح هزینه می‌کنن برای خودشون. شما صفحه‌ای که پارسال می‌خریدی یه عدد خاصی الان ضرب در 2 شده. یه جور سرمایه‌گذاری هم هست. مثل خودروی کلاسیک. مثل خودروی کلاسیک. چون اینا مثل تمر میمونه. یه تعداد خاصی می‌خوره وقتی تمام میشه با عکس جدید با چاپ جدید میشه چاپ دوم. چاپ اولیه ارزش پیدا می‌کنه. مثلا این نوار برنج خونین هستش. این کاستاش معمولا این شکلی میخورد که پیچ هم نداشت پرسی بود. اول انقلاب یادم میاد با بابا میرفتیم مساجد. ما نواره راکس می آوردیم 100 تایی بود. اون موقع بهشون 14 تا تک تومانی فاکتور میشد. این نوارا بود. ساخت امریکا شرکت امریکایی ولی تو ترکیه میزدن اینا رو. این کار رو مساجد با دفترچه بسیج دونه 18 تا مردم ارائه میدادن. از زمانی که مدرسه میرفتیم تا زمان دبیرستانمون وقتی میگفتن شغل پدر چیه من جرئت نمیکردم بگم نوار فروشه. میگفتم شغل آزاد. میترسیدیم واقعا. میدیدیم که یه نوار کاست میگیرن سریع زیر ماشین میذارن ازش رد شو یا مثلا چقدر خود ما رو گرفته بودن. تو همین مغازه ما بارها تنبیه شدیم در حقیقت. اینم که ضبطای خبرنگاری بود یه مدت توی به اصطلاح بچه‌ها الان جدیدن شروع کردن دارن میخرن از ما. من داشتم از اینا با اینا مصاحبه میکردم. اینا هستش که به اصطلاح اینا جدید اومده؟ جدید نیومده ولی اینا جایی بوده که به اصطلاح ما رفتیم تهیه کردیم و قدیمیه یعنی؟ بله. اینا تولید چه سالی بوده؟ اینا احتمالاً برای دهه 70 بعد باشه. هم رکورد میکنه براتون، هم پلی میکنه، بعد خبرنگاریه، هم با آداپتور کار میکنه، هم میتونید با باتری مثلا این راه اندازی بکنید. این کل داستانی که میتونیم به شما اعلام کنیم. باتریاش هستش. بعد آداپتور هم که از بغل میخوره. قبل از خریدن ما در سال 1331 به خیابان باب همایون رفتیم و یک دست کت و شلوار خریدیم. ما در سال 1331 به خیابان باب همایون رفتیم و یک دست کت و شلوار خریدیم.